به تیکه های مرغ، فلفل و زردچوبه و پیاز بزنید و اجازه بدید که بپزه. 10 دقیقه آخر نمک بزنید و وقتی که پختش کامل شد مرغ رو از توی آب درارید. به برنجی که از قبل خیس کردید نمک و مارگارین بزنید و اجازه بدید که بجوشه. وقتی بجوش اومد زیرش رو کم بکنید تا دم بکشه. پیاز خلال شده رو بدون روغنیه تفت بدید. آبش که بخار شد بهش روغن اضافه کنید و سرخش کنید. بعد بهش زردچوبه، فلفل سیاه و کمی فلفل قرمز بزنید و کامل سرخش کنید. آخرش هم بهش گردو خرد شده و کشمشی که از قبل خیس کردید رو اضافه کنید. همینقدر کافیه. روی کته یه زعفرونم بدید و سیب زمینی هم حتما کنارش سرخ کنید. حالا روغن رو داغ کنید و به زعفرون دم کشیده آب لیمو اضافه بکنید و مرغا رو بچینید توی روغن و زعفرون آب لیمو رو بهش اضافه بکنید. بعدش هم درش رو بذارید تا حسابی برشته بشه. خب دیگه غذای بسیار ساده ولی بسیار خوشمزه ما آماده است و وقت سروشه. امیدوارم که شما هم درست کنید و کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید.